آنگونه که می‌دانیم گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی تاجیکستان تهدید کرده بود که برای تأسیس دولت اسلامی به تاجیکستان برمیگردد. ایتان تا کجا این تهدید فرسخ‌ها دور از تاجیکستان جدی است؟ Well, I can't speak to his intentions without من بدون صحبت با او درباره نیت‌های گلمراد حلیموف گپ زدن نمی‌توانم. ولی می‌توانم بگویم دست گروه دولت اسلامی امروزها فراتر از عراق و سوریه می‌رسد. این رو می‌توانیم در مثال بمبگذاری شهر پاریژ، حمله‌های استانبول و حادثه‌های فاجعه‌بار در بنگلادش ببینیم. از این رو داعش به تمام جهان تهدید می‌کند. ISIS influence is a threat worldwide. امریکا گلمراد حلیموف را به فهرست تروریست‌های خطرناک دنیا گذاشته و برای معلومات درباره جای یا پناهگاه گلمراد حلیموف 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. آیا این علامتی آن هست که حلیموف برای نیروهای آمریکایی و هم ائتلافی که به ضد گروهی به نام دولت اسلامی می‌جنگد تهدید جدی دارد؟ I should make clear that I do not work for the US government and I certainly cannot speak for them. باید واضح کنم که من برای حکومت امریکا کار نمی‌کنم و نمی‌توانم از طرف آنها صحبت کنم. همچون یک آمریکایی می‌توانم با باوری بگویم که حکومت امریکا برای محو کردن گروهی به نام دولت اسلامی عزم قوی دارد و با شیوه قاطعانه نظامی برای شکست دادن این گروه و محو رهبران آن کار می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا چند پیش گفت که او به مسئله محو رهبران گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی و ظاهراً اکنون به حلیموف تمرکز خواهد کرد. با فکر من راه نظامی یک شیوه محو و تعیین پاداش برای پیدا کردن حلیموف راه دیگر است. Is one approach and there are other possibilities as well. هزاران نفر از کشورهای آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. آیا خطر این گروه در منطقه بیشتر می شود؟ من فکر نمی کنم که گروه دولت اسلامی امروز برای آسیای مرکزی یک خطر جدی باشد. ولی این زمان من از جلب اعضا از کشورهای آسیای مرکزی به صف سازمان نگران هستم. فکر میکنم و میترسم که با افزایش فشار به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اعضای گروه به وطنشان برگشته در آنجا مشکلی ایجاد کنند. نمیخواهم خطر این را زیاد نشان بدهم ولی تهدید وجود دارد. من فکر میکنم جلب اعضا به دولت اسلامی از آسیای مرکزی چند سبب دارد ولی راههای جلوگیری از آن وجود دارد. راه بهترین مقابله با افراطگرایی به نظر شما در منطقه کدام است؟ It's a very complicated question certainly, but the best way to prevent در واقع این یک سوال بسیار پیچیده است. بهترین راه پیشگیری از افراطگرایی وجود یک حکومت دموکراتی قوی، قابل باوری و پاسخگو است که مردم احساس کنند صدایشان را میشنوند و به آن احترام میگذارند. حقوق انسان و قانون منظم احترام شود، مطبوعات آزاد باشد. با فکر من مسئله بیشتر به مدیریت وابسته است. این زمان جامعه مدنی قوی برای تأسیس یک جامعه عادل و باثبات و خوشبخت بسیار مهم است. با این معنی که باید به تحصیل از همان سالهای اول تمرکز کرده شود و نظام معارفی باشد که تحملگرایی، احترام به گوناگون اندیشی و درک نه تنها اسلام و دیگر دینها را تشویق کند. همین چیزها برای جنگ با افراطگرایی خشونتبار فوق العاده مهم است. promoting a just and happy and stable society. ایتان ولنسکی لنفورد تحلیلگر آمریکایی از شهر واشنگتن با ما صحبت می‌کرد.